چگونه گواهینامه رانندگی در تاسمانیا بگیریم؟ دو راه مختلف. 1. تبدیل گواهینامه خارجی یا بین ایالتی. اگر شما یک گواهینامه معتبر از کشور دیگر یا یک ایالت دیگر استرالیا دارید، مراحل به سادگی زیر هستند. مرحله 1. آموزش آنلاین. اولین قدم، تکمیل آموزش آنلاین است. این آموزش شما را با قوانین راهنمایی و رانندگی تاسمانیا آشنا می کند و اطمینان می دهد که با آخرین مقررات بهروز هستید. مرحله 2. رزرو آزمون رانندگی. پس از موفقیت در آموزش آنلاین، شما می توانید آزمون رانندگی خود را رزرو کنید. این آزمون عملی مهارت‌های رانندگی شما را بر اساس استانداردهای تاسمانیا ارزیابی می کند. اگر قبول شوید، گواهینامه شما تبدیل می شود و می توانید در تاسمانیا رانندگی کنید. 2. دریافت اولین گواهینامه رانندگی. اگر برای اولین بار درخواست گواهینامه رانندگی در تاسمانیا را می دهید، مراحل بیشتری برای اطمینان از تجربه لازم در جاده وجود دارد. مرحله 1. آموزش آنلاین. مشابه فرایند تبدیل، شما با آموزش آنلاین شروع خواهید کرد. این آموزش برای فهمیدن قوانین راهنمایی و رانندگی در تاسمانیا ضروری است. مرحله 2. ثبت 80 ساعت تمرین رانندگی. پس از تکمیل آموزش آنلاین، شما موظف هستید 80 ساعت تمرین رانندگی را ثبت کنید. این شامل حداقل 15 ساعت رانندگی شبانه است و همه این ساعات باید در دفترچه ثبت شوند. شما می توانید این کار را با کمک یک راننده ناظر یا مربی رانندگی انجام دهید. مرحله 3. رزرو آزمون رانندگی. پس از تکمیل 80 ساعت رانندگی، شما واجد شرایط هستید که آزمون رانندگی خود را رزرو کنید. این آزمون تعیین می کند که آیا شما آماده رانندگی مستقل هستید یا خیر. با قبولی در آزمون، گواهینامه موقت خود را دریافت می کنید و آماده رانندگی در جاده‌ها خواهید بود. نتیجه گیری. چه در حال تبدیل گواهینامه خود باشید و چه اولین گواهینامه تان را دریافت کنید، مراحل اصلی شامل آموزش آنلاین و یک آزمون رانندگی است. به یاد داشته باشید اگر اولین گواهینامه شماست، باید 80 ساعت تمرین رانندگی کامل کنید تا بتوانید آزمون رانندگی را رزرو کنید.